سلام، خوش اومدین به داستانلند. اگه قسمت اول این داستان 2 قسمتی رو گوش نکردین لطفاً از زیر ویدیو لینک قسمت اول رو بزنید روش و قسمت اول رو گوش کنید، بعد بیایید سراغ قسمت دوم. مرسی که همراهین. لایک یادتون نره. بریم سراغ قسمت دوم و آخر این داستان. دوباره به حرف اومد و نتونست طاقت بیاره. پرسید با مادرت کجا زندگی میکنین؟ اطراف خونه ما؟ تیر آخر و نهایی رو زدم و گفتم نه، من برای کتابخونه اومده بودم اینجا که اتفاقی رها رو دیدم. آدرس رو ازش پرسیدم و بهم گفت نیاز به چند تا کتاب داشتم، وگرنه که خونه ما نزدیک دانشگاه است، نزدیک دانشگاه تهران. گویا مامانم چند سال پیش که میاد اینجا برای اینکه خواهرش درس بخونه دیگه همینجا موندگار میشه و از اولم میگه که دیگه خونش همون اطراف بوده تا الانم دیگه همونجا موندگاری. ببخشید من خیلی دیرم شده، باید برگردم و برم خونه. خیلی ممنونم بابت نهاری که میهمونم کردین. خوشحال شدم از دیدنتون. بی حرف و شوکه نگاه هم میکرد از بالا تا به پایین. هی نگاه میکرد هی شوکه تر میشد. ظرف غذایی که خالی شده بوده از جلوش برداشتم و گذاشتم تو کیفم. رها رو بغل کردم و براش دستی تکون دادم. تا خواستم برم از جا بلند شد و گفت کجا داری میری؟ صبر کن ببینم، خودم میرسونمت. سری به عنوان نه تکون دادم و گفتم نمیشه، باید خودم برم، چون سر راه چند جا هم کار دارم، باید داروهای مادرم هم بگیرم. با اجازهتون. خیلی خوشحال شدم از دیدنتون. هرچی اصرار کرد که من باید برسونمت گفتم نه که نه. بعدم رفتم. وقتی رسیدم خونه در رو با کلید باز کردم و رفتم تو. نگاهی به اطراف انداختم. میرزا رو ندیدم. رفتم تو خونش و یهو با چیزی که میدیدم شوکه وایسادم. مامانم پیراهن گلگلی سفیدی پوشیده بود. تو حیاط خلوت روی تخت با هم دیگه نشسته بودن. چای میخوردن و میگفتن میخندیدن. از دور به خندیدنشون خیره شدم. دستامو تو جیبم گذاشتم و یه حس قدرت خاصی داشتم. حس این که از اون ور قراره حال اونا رو بگیرم و از این ور داره همه چی درست میشه. آروم بدون اینکه سر صدایی کنم برگشتم و رفتم بالا تو خونه. بوی قرمه سبزی میومد. حوله خیس نشون از این میداد که مادرم دوش گرفته قرمه سبزی درست کرده، بعدم رفته پایین کنار میرزا نشسته. چند روزی بود هیچی درس نخونده بودم. نشستم یه گوشه و شروع کردم به درس خوندن. تا آخر شب درس خوندم و غذامم همونجا خوردم. ساعت 10 شب بود که مادرم صدام زد و گفت بریم پایین با میرزا فیلم ببینیم. دستامو زدم به کمرم و گفتم چطور من صبح میگم پیراهن گلگلی بپوش برو پایین، بهت بر میخوری، برام متکا پرت میکنی، حالا خودت بلند شدی رفتی پایین. فقط من گفتنی تلخه. اخ میکرد و گفت چرت و پرت نگو، من همین لباسم گلگلی دیگه. رفتم دوش گرفتم، بعدم رفتم پایین. سوپ میرزا رو بردم پایین، سوپ خوردیم. بعدم سریال دیدیم و یکم هم تو حیاط نشستیم. چه بزرگش کردی. برنامه فردامو جمع کردم تو کیفم و گفتم والا من بزرگش نکردم، صدای قهقه‌های شما خیلی بزرگ بود. میرزا گفت بیایی صدام کنی فیلم ببینیم. نه مگر نه که تو معرفت نداری. شالم رو سرم انداختم و رفتیم پایین. کنار هم دیگه نشستیم و سریال شروع شد. اما من هیچی ازش نمیفهمیدم چون تو ذهن خودم داشتم سریال زندگی خودم رو تصور میکردم. میرزا یه سری آجیل بوداده خریده بود. یه بادوم انداختم تو دهنم و گفتم ولخرجی کردی سلطان. مامانم چش ابرو اومد و میرزا هم لبخندی زد. میرزا حقوق جانبازیشو میگرفت. زیاد نبود اما در حدی که کفاف زندگیشو بده بود. یه مغازه هم تو خیابون بهش ارث رسیده بود. مغازه رو داده بود به یه قنات. اون قنات انگار که وقتی جوان بوده تازه از روستا آمده آس و پاس بوده و میرزا مغازه‌شو همین شکلی بهش میده و میگه اینجا قناتی تو راه بنداز تا وقتی که به پول برسی از اونجا به بعد کرایه منو بده. حالا خود میرزا چی کار میکرده؟ میرفته تو مسجد محل و درس قرآن میداد و یه قرون 2 قرون از اونجا میگرفته و میومد خونه. البته خب اون دوران خودش تنها بوده. فعلا من و مامانم نبودیم. بعد میزنه و اون قنادی رشد میکنه جوری که بهترین قنادی این منطقه میشه. حالا سر معرفتی که
میرزا اون دوران برای اون قناد به خرج داده بود. حالا اون معرفت و قناد به میرزا به خرج میداد. 40% از درآمدش رو میداد به میرزا. هر ماه هر چقدر که بشه و واقعا هم پول خیلی زیادی بود. سر همون میرزا دیگه سر کار نمیرفت. خونه بود، خوشنویسی میکرد، قرآن میخوند، عبادت میکرد، حیاط آب و جارو میزد، پله ها رو تمیز میکرد. خلاصه میرزا هر کاری میکرد الا سر کار رفتن. یه پسته دیگه تو دهنم انداختم و چشمکی زدم و گفتم اینا رو هوشنگ فرستاده. هوشنگ همون قناده بود. شیرنی هم باش فرستاده. با مادرم دوتایی با هم زدن زیر خنده و فهمیدم که شیرنی هم فرستاده. سری بلند شدم رفتم سمت یخچال. شیرینی رو پیدا کردم و برگشتم اومدم دوباره کنارشون نشستم. اون شب با بگو بخندامون گذشت و تقریبا ساعت 12 شب بود که ما رفتیم بالا و میرزا هم لامپا رو خاموش کرد و به خواب رفت. فردای اون روز رفتم سراغ مرجان. بهش گفتم هر طور که شده باید رشید رو بکشه توی یه خونه و قبلش به من خبر بده که دختر رشید رو ببرم اونجا. شماره مرجان رو گرفتم، شماره خونه‌شون، شماره خونمونم بهش دادم. گفتم که بهم خبر بده چی کار میکنه. و 3-4 روز گذشت و اون هیچ کاری دستش بر نمیمد. میگفت رشید اصلا درست حسابی جوابشو نمیده. رشید انگار فکرش مشغوله، توی یه حال و هوای دیگه است. منم گفتم خب به خودت برس، بذار بهت توجه کنه. میگفت نمیکنه، خیلی به خودم میرسم. تو این 3-4 روز هم من نرفته بودم دیدن رها. خوبم میدونستم فکر رشید به چی درگیر شده. تا اینکه شد اون چیزی که نباید میشد. گاهی آدم احساس میکنه با گرفتن انتقام قرار آتشش خاموش بشه، در حالی که اون آتش فورانتر میشه و بیشتر میسوزونتش. بعد از 5 روز مرجان بهم زنگ زد و گفت بالاخره امروز باش قرار گذاشته. مرجان گفت تنها نمیاد، گفت با 2 تا از دوستاش میاد، خونه رو آماده کن، پول خوبی هم بهت میدیم، با 2 تا از دوستامون میایم. مرجانم گفته خیلی خوبه، منم 2 تا از دوستامو که خیلی این کار بلدن خبر میدم بیان. گفت تا 1 ساعت دیگه میرسن، تا 1 ساعت دیگه نرسین من کاری دستم بر نمیاد. آدرس خونه خودشونم داده بود. خیلی میترسید، میگفت اگه بابام برسه چی. سریع تلفن رو قطع کردم و رفتم سر کوچه، سوار تاکسی شدم. خودم رو رسوندم به کتابخونه. در حالی که نفس میزدم رفتم تو، دعا میکردم امروزم اومده باشه. به خودم لعنت فرستادم چرا تو این 5 روز نمی اومدم که بدونه که من باز قراره بیام که بیاد. با دیدنش که نشسته بود رو صندلی و از پنجره کتابخونه به بیرون خیره بود، رفتم سمتش و دستم گذاشتم رو شونش. یهو از تو فکر تر اومد و ترسیده پرید. با دیدنم با شوق و ذوق بلند شد و محکم بغلم کرد. کنار گوشش آروم گفتم بیا بریم بیرون. سریع کیفشو برداشت و از کتابخونه زدیم بیرون. آروم کنار گوشم در حالی که مانتوی تازه خریده بود و اپولاش خیلی مسخره و تو چشم بود گفت رها چرا نیومدی؟ میدونی که من چند روز منتظر تو هم. همش نگرانت بودم، هیچ خبری هم ازت نداشتم. پشیمون بودم که چرا آدرس خونتون رو نگرفتم، چرا شماره تلفنتو نگرفتم. حالا به جز خودم بابامم خیلی سراغ تو میگیره. گفته به محض اینکه دیدمت به اون خبر بدم. دستشو گرفتم و گفتم بیا بریم بابا، چه نیازه به بابات خبر بدی؟ چند لحظه مکث کرد و گفت نمیدونم، اما خیلی تاکید کرده اگه بفهمی دیدم تو به اون خبر ندادم ناراحت میشه. سری تکون دادم و گفتم خیلی خوب بگو، اما من واسه یه کار دیگه اومده بودم. میشه فردا به بابات خبر بدی؟ من فردا هم قول میدم که بیام. یکی از دوستام آرایشگر شده، گفت امروز 2 تا مدل نیاز داره. ازم خواست برم اونجا. گفتم میشه دوستمم بیارم؟ گفت آره. بیا بریم اونجا مدلمون کنه، کلی آرایشمون کنه، شبیه عروسا میشیم، بعدم صورتمون رو میشوریم و میریم خونه. ترسیده گفت رها من نمیتونم بیام، باید به مادرم خبر بدم. هول گفتم دیر میشه به خدا، الانشم خیلی دیر شده، ما کلن فکر میکنم نیم ساعت فرصت داریم تا برسیم اونجا. انقدر آرایشگر قهاریه، دفعه پیش که من آرایش کرده بود چشمام کپ آهو شده بود. خیلی خوشگل آرایش میکنه. گفت فردا امتحان داره، رو 2 نفر میخواد تمرین کنه به عنوان مدل. بیا بریم دیگه. تو دوست نداری بدونی عروس بشی چه شکلی میشی؟ تازه لباس عروسم داره میتونیم بپوشیم. بیا بریم تا قبل از 5 عصر برمیگردیم خونه. ناخن مصنوعی هم میذاره اگه زود بریم، اما اگه دیر برسیم نه وقت میکنه موهامونو درست کنه نه ناخنامونو، فقط رو صورتمون تمرین میکنه. بیا بریم دیگه.
با گفتن باشه سری تاکسی گرفتم با آدرسی که مرجان داده بود. با رسیدنمون به پایین شهر به وضوح میفهمیدم که رنگ رها پریده. اما با وراجیای من هی حواسش پرت میشد و بحث گفتگو میشد. با رسیدنمون به خونه سریع پیاده شدیم و رفتیم تو. طبق نقشه‌ای که با مرجان چیده بودیم با همون احوال پرسی کرد و گفت آماده بشیم اون میاد آرایش اون میکنه. منم تاپی که رو دلاور افتاده بود و برداشتم و دادم بهش و گفتم تو اینو تنت کن منم یکی رو. موهامونو باز کردیم تاب و تنمون کردیم. بعد گفتم تاب بد شد با شلوار. بیا پیراهن بپوشیم. پیراهن کوتاهی که به شکل فجیحانه‌ای باز بود و تنمون کردیم. همش میخندیدیم و همدیگر رو نگاه میکردیم و با انگشت نشون میدادیم. یهو در خونه زده شد. مرجان که موهاشو از بالا آبشاری بسته بود و یه رژ لب قرمزم زده بود. ابروهاشم تیز مثل خنجر کرده بود. اومد در اتاق باز کرد و نگاهی به اون کرد و زد زیر خنده. بعد گفت لوازم آرای شام آوردن. من برم در رو باز کنم اونا رو بگیرم. مامانم آورده. شما هم بشینید همینجا تا من بیام. نه این بیرونا. در رو بست و رفت. ما همچنان به هم دیگه میخندیدیم. البته من از سر استرس و اضطراب که الان چه اتفاقی قراره بیفته. رها هم فارغ از همه چی بریخت و قیافمون. با هزار زور رژ لب کجی تو لبش زدم. تو آینه خودمون رو نگاه کردیم. کپ بزنای اون کار شده بودیم. اصلا یه چیز فجیحی. بعد هیچ وقت نفهمیدم اون روز عقل اون دختر نگفت چرا باید همچین لباسی تن من کنی؟ من اومدم مدل آرایش بشم، تو چرا یه لباس توری پیراهن کوتاه تنم کردی؟ خدا میدونست مرجان با اینا چی کار میکرد که خونش من اینا رو پیدا کرده بودم و تنمون کرده بودیم. باز شنیدن صدای مرد رنگ از رخ رها پرید. منم جوری که انگار واقعا ترسیدم نگاهش کردم و دستاشو گرفتم و گفتم نکنه باباش اومده تو؟ یهو رها ترسیده گفت رها من خیلی حس بدی دارم. از وقتی اومدم اینجا همش دلشوره دارم. اصلا از وقتی که میخواستم بیام. این چه صدای مردیه که میاد؟ بیا این آتاشکالا رو از تنمون در بیاریم لباسمون رو بپوشیم و بریم خونه. از خیر آرایش کردن بگذریم. من خیلی ترسیدم. تا ابد اون لحظه که با چشمای ترسیده نگاهم کرد و گفت من خیلی ترسیدم از جلوی چشمام کنار نمیره. به والله پشیمون شدم. به خدای بالا سرم قسم اون لحظه پشیمون شدم. رها که گناهی نداشت. پشیمون شدم و تا خواستم بگم بیا لباس بپوشیم و از اینجا بریم. در باز شد و با دیدن رشید و دو مردی که خیره و مات و مبهوت ما بودن بهشون نگاه کردم. رشید متعجب خیره رها بود و چشماش داشت از حدقه در می‌آمد. هی به رها نگاه می‌کرد، هی به من نگاه می‌کرد. برگشت و به 2 مردی که کنارش وایساده بودن نگاه کرد. یکی از مردها به حدی حول بود که تو اون چند ثانیه که اومده بودن تو هرچی داشت و نداشت و کنده بود. رشید با دیدن این صحنه قلبشو گرفت و افتاد زمین. بعدم صدای جیغ و وحشت زده رها همه جا رو برداشت. رها با تمام وجودش از سر وحشت جیغ میکشید و رشیدم رو زمین افتاده بود در حالی که قلبشو گرفته بود خیره رها بود. تو عالم بچگی تو دوران دبیرستان که اوج قد بودن یه آدمی اصلا به عنوان کسی که از وقتی به دنیا آمده بود مادرش براش فقط مرثیه و غم خونده بود از یه آدم به عنوان کسی که پر از عقده بود با مغز خودم تصمیم گرفته بودم که اون بفهمه من دخترشم و بعدم بفهمه ما هر دومون مثلا اون کاری بعد فکر کنه این سزای اعمالشه با خودش بگه که من به دختر خودم صاحب در نیومدم یه زن رو بی‌آبرو کردم و ولش کردم حالا هم خدا اینجوری گذاشت تو کاسم همون دختر اومد و دختر منم بی‌آبرو کرد اما قضیه به همینجا ختم نشد همه چی این شکلی تموم نشد اون سکته کرد و افتاد زمین 2 مرد با عجله لباس پوشیدن و سر رها داد زدن که اینجا چه غلطی میکنی بعدم رشیدو برداشتن و رفتن میخواستن رهارم ببرن اما رها لباس پوشیده نپوشیده فرار کرد رها با وحشت از اونجا فرار کرد و اونم رشیدو سوار ماشین کردن و رفتن طبق قولی که داده بودم دست انداختم و زنجیر طلایی که توی یکی از تولدام میرزا و مامانم خریده بودن برام و باز کردم دادم به مرجان و گفتم بگیر اینم طبق قول و قرارمون گردنبندو بهم پس داد و گفت نمیخوامش به اندازه کافی بهم پول داده الانم بعد رزرو اینجا پولشو داده بود من امروز وسایلمو جمع میکنم اتوبوس گرفتم برای شب میرم رشت
پیش مادر بزرگم برای همیشه. نمیخوامم درس بخونم. دیگه از فردا مدرسه نمیام. بابامم نمیدونم هوش و حواس داره که بفهمه من نیستم یا نه. اینو گفتم که اگه فهمیدی رشید اومده اینجا دنبال کسی، خیالت راحت باشه. من نیستم که بتونه تو رو پیدا کنه. منم نمیتونه پیدا کنه. خیلی مواظب خودت باش. خیلی زیاد. شوک بودم. ترسیده گفتم دختره کجا رفت؟ خیلی ترسیده بود. نکنی مردی چیزیش بشه. اخ میکرد و گفت آدم یا دلرحمه انتقام نمیگیره یا انتقام گرفته بعدش با لذت نگاه میکنه و رد میشه میره. دیگه نمیشه که دو طرف و دستت داشته باشی وگرنه خودت نابود میشی. به درک که مرد چش میشه. مگه مرده به دخترای دیگه فکر میکرده؟ به درک که دخترش چی میشه؟ مگه مادر تو هم دختر یه نفر دیگه نبوده؟ برو خونتون. دیگه هم راجع به این آدمو کنجکاوی نکن. اینا نمیتونن ما رو پیدا کنن. تو هم که آدرستو ندارن. سرمو پایین انداختم و گفتم به نظرم رشید آدرس ما رو داره. چون مادرم از وقتی که اومده اینجا آدرسش که عوض نشده. قطعا اون دوران آدرسشو به رشید خب داده بوده دیگه. منم تو آخرین دیدارمون، یعنی اولین آخرین دیدارمون، به رشید گفتم که ما همچنان همون جاییم. برام مهم نیست اگه بیاد دنبالم من چیز رو از دست نمیدم. من کاری که باید میکردم و کردم. مرجان، امیدوارم هر جا هستی زیر سایه خدا باشی. خیلی مهربونی. تو رو خدا مواظب خودت باش. دست از این کارات هم بکش. زندگی شرافتمندانه خیلی بهتره. تو خیلی خلاق و هنرمندی. میتونی کلی جاها کار کنی. اصلا میتونی آرایشگر خیلی خوبی بشی. برو شهر دیگه یا از نو شروع کن. یه صفحه جدید برای خودت باز کن. بغلم کرد، بغلش کردم. بعدم از اونجا زدم بیرون. اومدم از اونجا بیرون و برگشتم خونه. گرفتم خوابیدم. البته چه خوابی؟ خوابی که همش کابوس بود. فرداش رفتم مدرسه. مرجان نبود. غمگین و افسرده نشستم یه گوشه. اون روزای زمستون انگار غمگین ترین روزای دنیا بود. بعد از تموم شدن مدرسه برگشتم خونه. خودمو به اتاقم رسوندم و در رو بستم. تو اون لحظه‌ای که حالم بد بود نمیدونستم چی کار کردم. متوجه اینم بودم که به طرز خیلی عجیب و غریبی میرزا و مامانم به همدیگه نزدیک شدن. عجیب بود برام. 20 سال بود کنار همدیگه بودن. بعد از 20 سال یهو این نزدیک شدنه. 3 روز گذشت. 3 روزی که هیچ خبری نداشتم و آخر دلم طاقت نیاورد. گفتم برم اطراف خونه‌شون از دور نگاه کنم ببینم میتونم بفهمم خبری شده یا نه. ببینم چی شده، چی کار کردن. بعد از تموم شدن مدرسه سوار اتوبوس شدم. اتوبوس میرسید سر خیابونشون. پیاده شدم و کولم و روشونم جابجا کردم و پا تند کردم سمت خونه‌شون. با نزدیک شدن به درشون از تعجب خشکم زد. همه جا پر از پرچم مشکی بود. با استرس و تپش قلب گفتم یعنی مرد؟ یعنی اینقدر براش سنگین بود؟ خب اگه اینقدر براش سنگین بود چرا خودش با دخترای بقیه اینجوری رفتار میکرد؟ در حالی که یکی داشت تو وجودم تون تون پر حرفی میکرد نزدیکتر شدم و وایسادم. به پرچما نگاه که کردم با دیدن اسم دوشیزه و رها دهنم باز موند. باورم نمیشد. من فکر کردم اینا پرچم رشیده. متعجب به پرچما خیره بودم. دنیا دور سرم میچرخید و تو اون سرمایی که انگشتامو بی‌حس کرده بود کلاغی دور سرم میچرخید و بلند بلند قارقار میکرد. اشکام بی اختیار شروع کرد به باریدن. 2 بار و 1000 باره روی اعلامیه ها رو خوندم. روی همشون نوشته بود رها مقدم. جلوی در پر از آدم بود. پسر جوونی داشت خرما پخش میکرد. با دیدن من اومد نزدیک. نگاهی به چشمام کرد و گفت شما از همکلاسی رهایی؟ بی توجه به سوالش پرسیدم چطور این اتفاق براش افتاده؟ چی شده؟ رها که سالم بود. پسر نگاهی به اطراف انداخت و گفت کار خودشو تموم کرده. هیچ مشکلی نداشت. نمیدونیم چرا یهو این کارو کرده. مادرش از وقتی که این خبر رو شنیده تو بیمارستان بستریه. اصلا حال خوشی نداره. فقط جیغ میکشه و نمیتونه حتی لحظه خودشو کنترل کنه. آب دهنم و گورت دادم و گفتم پدرش چی؟ پسر شونه‌ای بالا انداخت و گفت پدرشم که والا چی بگم. تو تخت بیمارستان سکته کرده. نمیدونیم کی هم رفته خبر فوت دخترشو داده. حالش وخیم‌تر شده. خانواده خوشبختی بودن یهو از هم دیگه پاشیدن. از دوستای مدرسه‌شی؟ تو نمیدونی که چش بوده همچین کاری کرده؟ من پسر خالشم. اگه چیزی میدونی بهم بگو.
دستای مش شدم و کنارم انداختم و گفتم چیزی نمیدونم. عقب گرد کردم که برم. یهو صدای فریادی رو شنیدم که بلند داد میزد آبجیم اومده. سر جام خشکم زد و برگشتم. پسر رشید رو دیدم که با گریه دوید سمتم و محکم بغلم کرد. همه های های زدن زیر گریه و گفتن دختری تو قد و قواره رها اومده اینجا. داداشش فکر کرده رهاست. پسر گریه میکرد و از ته دلش داد میزد آبجی تو کجا بودی؟ دستم و دورش انداختم. اون میدونست که من واقعا خواهرشم. میدونست که من مسبب همه این اتفاقا. حق میکرد. میونه حقاش گفت آبجی بابا بیمارستانه، مامان اصلا حالش خوب نیست. چرا ما رو تنها گذاشتی؟ حالا دیگه مامان و بابا با هم دعوا کنن من کجا برم؟ مگه من جز تو کی رو داشتم که منو تنها گذاشتی و رفتی؟ تو رو خدا دیگه نرو. اینا میگن تو واسه همیشه رفتی پیش خدا، اما من میدونم که تو برمیگردی. خیلی این دنیا بیرحمان است. کاش یه دکمه‌ای داشت به عنوان غلط کردم. کاش دکمه‌ای بود برای پشیمونی. آخ که چه عذابیه این پشیمونی. پسره رو از من دور کردن و همه ای افتاد و پسره با دستای توپلش گریه میکرد و تو هوا باز کرده بود دستاشو و منو میخواست تا دوباره بغلم کنه. با گریه برگشتم و رفتم تو خونه. باورم نمیشد. کل وجودم میلرزید و گریه میکردم. خودم رو رسوندم به اتاقم. پر از نفرت تو آینه به خودم نگاه کردم و گفتم حالا راحت شدی؟ حالا آروم شدی؟ همینو میخواستی نه؟ رفتم زیر پتو و گفتم نه همه اینا خوابه. خدایا من دیگه نمیخوام انتقام بگیرم. دیگه هر شب با رویای انتقام نمیخوابم. خدایا من پشیمون شدم. من از این خواب بیدار کن. خدایا من راضیم که جونمو بدم به رها. من نمیخواستم اینجوری بشه. من فقط میخواستم حال رشید رو بگیرم. نفهمیدم. قش کردم. از حال رفتم. بعد از یه مدت لرز زیاد دیگه چیزی نفهمیدم. صدای گریه های مادرم باعث شد چشمامو باز کنم. گریه میکرد و رو به میرزا میگفت داره تو تب میسوزه. میرزا هم آروم میگفت بلند شو لباسشو تنش کن. برداریم ببریمش دکتر. نباید اینجوری بمونه. با چونه لرزون و حال وخیم گفتم مامان من خیلی کثیفم. مامان من آلوده شدم. مامانم گفت نه عزیز دلم، تو پاکتر از گلی. تو مثل فرشته هایی. تو مونس و همدم منی. این چه حرفیه داری میزنی؟ تب کردی داری هزیون میگی. با گریه گفتم نه مامان من خیلی کثیفم. تو اگه بدونی من چقدر کثیفم. من ثابت کردم که دختر رشیدم. مثل اونم. من خیلی کثیفم. مامانم با گریه نگاهی به میرزا کرد و گفت چی میگه این بچه؟ چی شده میرزا؟ میرزا مثل همیشه با آرامش ذاتیش گفت پاشو لباس بپوشون ببریمش دکتر. سوار ماشینم کردن. نصف شب و نمیدونستم این ماشین و میرزا از کجا گیر آورده. انقدر تو در و همسایه محترم بود که مطمئن بودم در هر کس رو بزنه بگه ماشین تو بردار من بچه‌مو ببرم دکتر، طرف نه نمیگه. پشت من و مامانم سوار شدیم و جلو میرزا. هیچ درکی از اطرافم نداشتم. فقط میلرزیدم و به گفته مادرم بدنم مثل کوره شده بود. اما من میلرزیدم. همشم میگفتم من کثیفم. من خیلی کثیفم. من گناهکارم. مادرم دستامو گرفت و گفت چرا گناهکاری قربونت برم من؟ مگه چی شده؟ مگه چی کار کردی؟ با چونه لرزون آروم گفتم مامان اگه یکی باعث بشه که یکی از این دنیا بره چیه؟ اون کثیفه نه؟ من خیلی گناهکارم. من نمیخواستم اینجوری بشه. منو بردن بیمارستان و گفتن اگه کمی دیر میرسیدم تشنج میکردم. بستریم کردن و میرزا و مامانم هم کنارم بودن. مامانم گریه میکرد و بی وقفه ذکر میگفت. میرزا هم تو سکوت بالا سرم وایساده بود پر از حرف. چشمامو بستم. سرمیم دستم وصل بود. اما به خواب نرفته بودم. یک رو به بعد میرزا گفت بهت گفته بودم این بچه یه مدت نرمال نیست. بهت گفتم که این کتابخونه نمیره. اما گفتی میره کتابخونه بهش گیر ندیم. تنهاست اذیتش نکنیم. این جامعه گرگ ماهرخ. نباید یه بچه رو میفرستادیم بیرون. اشتباه ماست. اگه هم اتفاقی افتاده باشه مسببش منم. من باید میرفتم از مدرسه میآوردمش خونه.
نباید اجازه میدادم سر خود بلند شه بره کتابخونه. کاهن شده بود تا 6 عصرم بیرون بود. چرا باید اجازه میدادم این دختر تا 6 عصر بیرون باشه؟ مامانم پیشونیمو نوازش کرد و گفت سخت نگیر میرزا، نمیدونم چی شده، اما این بچه از بچگی اینجوری بود، تو که بهتر از من میشناسیش. هر موقع که تب میکنه هزیون میگه. میرزا آروم با صدای کنترل شده گفت خب ده عزیز منم همینو میگم دیگه. این بچه زمانی تب میکنه و هزیون میگه که یک گند زده. یادت رفته عاشق گربه بود؟ میره ماهی رو از تو حوض برمیداره میده به گربه، بعد که گربه میخوره این عذاب وجدانشو میکشه. یادت چقدر تب کرد، اسیرمون کرد، چند روز بیمارستان بودی؟ یادت رفته بود و تو غذای پسر همسایه دارو ریخته بود وقتی پسر همسایه حالش بد شده بود، این چند روز تب کرد و بیمارستان بود. حالا هم که شنیدی تو ماشین چی گفت باعث از بین رفتن یه آدم بشم. هر چقدر که تو خونسردی و آرومی من نیستم، حس بدی دارم. دیگه نتونستم به حرفاشون گوش کنم. چشمام رو هم دیگه افتاد و به خواب عمیقی رفتم. توی خواب همش رها رو میدیدم. میخندید و با هم قایم موشک بازی میکرد. یه جایی بود پر از درخت بود. همش میرفت و پشت درخت وای میستم. من هم ترسیده بودم. با ترس میگفتم بیا بیرون، قایم نشو، میترسم. هوا داره تاریک میشه، اما اون با بازیگوشی میدوید و پشت درخت وای میستاد. یهو گفت دنبال من نکرد، برو پیش محمد حسین، حالش خوب نیست، برو اونو پیدا کن، برو بغلش کن. هیچ وقت نمیدونستم اسم پسر رشید چیه، اما وقتی که تو اون خواب گفت محمد حسین به وضوح فهمیدم که کی رو داره میگه. با گریه و وحشت از خواب پریدم و شروع کردم به گریه کردن. مامانم و رشید که کنارم به خواب رفته بودن پریدن. رشید سرش رو تخت من بود، مامانم هم خوابیده بود رو تخت همراه. مامانم وقتی گریه هامو دید سریع لیوان آبی ریخت و داد دستم و گفت چرا انقدر بیقراری میکنی؟ دیگه الان تبتم اومده پایین. چی شده رها؟ زود باش به من بگو ببینم چی شده. سرم رو سینه میرزا گذاشتم در حالی که موهامو نوازش میکرد. با گریه گفتم مامان نمیدونم، خودم هم نمیدونم که چی شده. حالم خوب نیست، زیر بارون وایسادم و این شکلی شدم. مامانم نگاهی بهم کرد و گفت آخه قربونت برم، الان برای چی گریه کردی؟ هنوز داری گریه میکنی، حق میکنی. تو اصلا اشکت نمیریخت، الان راه به راه داری گریه میکنی. اشکامو پاک کردم و گفتم چیزی نیست، احساس خفگی میکردم، داشتم خواب بد میدیدم. مامان میشه از اینجا بریم؟ من که دیگه تب ندارم. همون لحظه پرستاری اومد و گفت دیروز بیمارستان خلوت بود، تونستین 2 تا همراه اینجا بمونین. امشب از این خبرها نیستا، شاید اصلا نتونه یه همراه هم بمونه. سر جام نشستم و گفتم من حالم خوبه، میشه مرخصم کنی؟ دیگه تب ندارم. نگاهی به مامانم و میرزا کرد و بعد گفت بله میشه مرخص بشین، صبر کنید دکتر رو صدا بزنم بیاد معاینه کنه. اگه حالتون خوب بود برگه ترخیص بده. دکتر اومد و گفت حالم خوبه و یه سری قرص و دارو و اینجور چیزا نوشت. بعد ما از اونجا زدیم بیرون. میرزا گفت بیاین بریم ساندویچ بخوریم. مامانم هم استقبال کرد. فکر میکردن مثل قدیما من دوست دارم و الان کلی ذوق میکنم. اما من قبلا دختر مامانم ماهرخ بودم، اما حالا دختر هوشنگ بودم. نگاهی به مامانم کردم. چقدر معصوم و پاک بود. این همه سال ذره‌ای زندگی نکرده بود. عذاب بود که کشیده بود. سرکوفت، منت از خانواده. به خاطر اون مرد خانواده‌اش از دست داده بود. پیش خواهرش همیشه روسیاه بود که باعث شده بود اون درس نخونه. از طرفی دیگه پیش میرزا همیشه کلی خجالت زده بود که باعث شده اون ازدواج نکنه. حتی حالا فکر میکردم اون که دلش پیش بابامه داره به میرزا نزدیک میشه فقط به خاطر اینکه جواب محبتاشو بده، وگرنه که حس دیگه ای نیست. این زن انقدر عذاب کشیده بود و هیچ وقت به انتقام فکر نکرده بود. اون وقت من تو یک روز کل خانواده طرف و خاک شیر کردم. از بیمارستان مرخص شدم و برگشتم و اومدم خونه. اون روزا بدترین روزایی بود که میگذروندم. عذاب وجدان حتی لحظه ای منو رها نمی‌کرد. تنها چیزی که میتونست دلخوشی من باشه تا منم دست به کاری که رها زده بود نزنم این بود که ماهرخ عوض شده بود. گوشه‌ای نشسته بودم و تو فکر و خیالات خودم بودم. یهو دیدم ماهرخ برای شاید اولین بار، شایدم بعد مدت‌های طولانی که من به خاطر نمی‌آوردم، جلوی آینه وایساده بود و به خودش می‌رسید.
بعد از اینکه سرمه تو چشاش کشید، موهاشو کاکل کرد و روسری رو انداخت رو سرش. ابرومو بالا انداختم و گفتم خبریه؟ کجا میخوای بری؟ لبخندی زد و گفت دارم آش میرزا رو میبرم. با تعجب گفتم از کی تالا واسه آش میرزا تو اینقدر به خودت میرسی؟ کنارم نشست و گفت من که جز تو کسی رو ندارم. تو هم مادرمی، هم خواهرمی، هم دخترمی، هم دوستمی. راستش یه مدت احساس میکنم چرا چشمای من این همه سال میرزا رو ندیده بود. حق با تو بود. من میتونم زندگی خوبی با اون بسازم، اما نمیدونم چرا هیچ حرفی نمیزنه. سر جام جا به جا شدم و گفتم میرزا دیگه نباید چیزی بگه. میرزا به اندازه کافی گفته. به قول خودت یه خونه 2 طبقه رو در اختیار تو گذاشته. این همه سال حقوقش دست ماست. به هیچ زنی نگاه نکرده. میرزا گفتنیا رو گفته. حالا نوبت توئه که بگی. اگه از تصمیمت مطمئنی تو باید حرف بزنی ماهرخ، نه میرزا. اون روز ماهرخ رفت پایین و بعد نیم ساعت اومد بالا. نپرسیدم چی شد چی نشد. اونم چیزی نگفت. حدوداً بعد 2 هفته، در حالی که شب تو سوگواری کاری بودم که کرده بودم و از پشیمونی مثل چی داشتم گریه می کردم، صدای در رو شنیدم. ماهرخ بود که رفت پایین. ساعت رو نگاه کردم. ساعت 1:15 شب بود. میفهمیدم که حد زده من خوابیدم که راحت میره پایین. لبخندی رو لبم اومد. پس این 2 مرغ عشق شده بودن و شبا هم به دیدار هم میرفتن. عجب. تنها دلخوشی این روزام همین بود. مگر نه که اگه مثل قبل ماهرخ داغدار بود و حالش بد بود، بعید نبود که منم خودمو مثل رها خلاص کنم، رها کنم از همه چیز. تنها دلخوشیم این بود که مامانم به زندگی برگشته. میرزارم به زندگی برگشتونده. صدای قهقه هاشون، بگو بخندشون، شوخیشون، همه چیزشون برام شیرین بود. اصلا بگو ببینم دیدن عشق برای کی شیرین نیست؟ گهگداری هم مامانم مثل این دختر دبیرستانی ها قهر میکرد. نمیدونستم سر چی و چرا، اما قهر میکرد و میرزا هم که بمیرم براش. مثل این پسرای مظلوم تو سری خور میافتاد دنبالش و کلی نازشو میکشید. خلاصه اینکه 1 ماهی از این قضایا گذشته بود و من صبح بلند شدم برم مدرسه. دوباره میرزا اومد. پوزخندی زدم و گفتم خسته نشدی؟ از رو نمیری؟ باز هر بار میخوای با من بیای؟ بابا جان تو برو بالا استراحت کن، بگید بخواب، بذار من برم مدرسه. 7 صبح منو تا اونجا میبری که چی بشه؟ کفشاشو پوشید و گفت خوابم نمیبره، چی بهتر از این که صبح با تو پیاده روی کنم تا مدرسه. بیا بریم. از پیچ کوچه که گذشتیم دستشو انداخت تو جیب کتشو، انگشتر خوشگل و سنگین وزنی رو در آورد و گفت نظرت راجع به این چیه؟ ابرومو دادم بالا و گفتم واسه ماهرخ خریدی؟ سری به عنوان آره تکون داد و گفت آره چطوره؟ خوبه؟ خوشت میاد؟ به نظرت مورد پسندش میشه؟ چینی به دماغم دادم و گفتم از خداشم باشه. خیلی داری لوسش میکنی یا؟ ببین از من به تو نصیحت، آدم زنو خیلی لوس نمیکنه، وگرنه که سوار گردنش میشه. از خنده زیاد نمیتونست رو پاش وایسه. دستشو انداخت دور شونم و گفت پس ماهرخ دختر نداره، مادر شوهر داره. چرا داری مادر شوهر بازی در میاری؟ دستامو تو جیب پالتوم گذاشتم و گفتم من دارم حقیقتو میگم. آدم زیاد به زنش رو نمیده. پس فردا که از تاب و تب افتاد نمیتونه بیارتش پایین. با خنده متعجب بود که من این حرفا رو از کجا بلدم. میرزا هیچ وقت باورش نمیشد که من بزرگ شدم یه دختر 18 سالم. همیشه فکر می‌کرد من یه دختر 4-5 سالم. جلوی در مدرسه گفتم میرزا خیلی ناراحتم میکنی که منو میاری مدرسه و منو میبری. میدونم که این کارو میکنی به خاطر اینکه خیلی مواظبمی، اما خوشم نمیاد. میشه نیای دنبالم؟ کمی سرشو خم کرد و گفت میشه از مدرسه یک راست بیای خونه؟ من خیلی دلنگرانتم. با سرتقی دستامو تو جیبم گذاشتم و گفتم تو برو خونه، واسم یه خواهری برادری چیزی بیار. فکر منم نباش. قول میدم از مدرسه بیام خونه. اخ میکرد و گفت واقعا بی‌ادب شدی تو. من بعداً سر فرصت با تو. پشت چشمی نازک کردم و رو هوا بوسی براش فرستادم و رفتم تو مدرسه. دیگه ادامه حرفاشو نشنیدم. بعد از تعطیلی مدرسه از مدرسه اومدم بیرون. دیگه اون دختر قبل نبودم که آتیش میسوزوند. اصلا افسرده و ترکیده بودم و چشمای رها یک لحظه هم از جلوی چشمام کنار نمیرفت. حس پشیمونی و عذاب وجدان داشتم. حس این که مسبب اون کار منم و من باعثشم منو خیلی عذاب میداد.
بدون اینکه با کسی برگردم خونه، خودم تنهایی شروع کردم به اومدن سمت خونه. وقتی که اومدم توی کوچه صدایی را از پشت شنیدم. متعجب وایسادم. حس می‌کردم یکی صدام میزنه. برگشتم و با دیدن رشید که تو کوچه وایساده ترسیده خواستم فرار کنم. با دیدن 2 مرد هیکلی که جلوی روم وایساده بودن فهمیدم که راه فراری ندارم. وایسادم و طلبکار گفتم سلام. محاصرم کردی؟ در حالی که آروم راه میرفت و این نشون از این میداد که بعد از سکته‌ای که کرده اون آدم سابق نشده گفت میخوام باهات حرف بزنم. طلبکار جوری که انگار من اصلاً نترسیدم گفتم من چه حرفی میتونم با شما داشته باشم آقای محترم؟ اخم میکرد و گفت من واقعیت رو میدونم تو دختر منی. اگه با هم حرف نزنی میام با ماهرخ حرف میزنم. خوددانی. ترسیدم. ماهرخ هوایی بود. تازه داشت به میرزا دل میبست. اگه این مرد میومد سراغش خدا میدونه که دوباره هوایی میشد و من فکر هوایی شدن اون نبودم. یا اون بود هوایی بود. فکر ضربه‌ای بودم که میرزا میخوره. سر جام وایسادم. گفت سوار ماشین شو. نمیخواستم سوار شم. اما با دیدن چشماش احساس کردم که خطری از سمت اون منو تهدید نمیکنه. سوار ماشین شدم. به اون 2 مرد گفت نمیخوام دنبالم بیاین. نمیخوام سوار ماشین بشین. میخوام تنها برم. ماشین رو روشن کرد و افتاد تو جاده. گفتم من میترسم. نمیتونم بیشتر از این باهاتون بیام. میشه همینجاها وایسین و حرفتون رو بزنین. من نباید خیلی از خونمون دور بشم. کاملا حرف گوش کن. ماشین رو نگه داشت. برگشت سمتم و گفت تو میدونستی که من پدرتم نه؟ از قصد اومدی تو زندگیمون. چشمام پر شد ولی الان وقت گریه نبود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم بله میدونستم. مگه میشه ندونم؟ 1 عمر از وقتی به دنیا اومدم مادرم آه میکشه و گریه میکنه و اسم شما رو میاره. مگه میشه که نشناسم؟ واسه چی اومدی دنبالم؟ من نمیخواستم این اتفاقا بیفته. من حتی طرف حسابم رهام نبود. من فقط میخواستم بفهمین که بازیچه کردن دخترها کار درستی نیست. یه روزم ممکنه یکی دختر شما رو بازیچه کنه. وگرنه که این اتفاقایی که افتاد هیچ کدوم هدف من نبود. لبخند کمرنگی زد و گفت پس به خاطر همین حالت بد شد و رفتی بیمارستان تب کردی؟ با دیدن چشمای متعجبم خم شد سمتم و گفت تقصیرکار من نیستم. 1 عمر ماهرخ تو گوشت خونده که گناهکار منم، در حالی که گناهکار خودشه. اگه از من بچه داشت باید میومد و میگفت. خدا شاهده که من نامزدیمو به هم میزدم. اون دوران جوون بودم، خام بودم، عاشق شدم. ماهرخم خیلی راحت خودشو در اختیار من گذاشت. تو دوران جوونی و نادونی و چی بگم نفهمی با خودم گفتم این یه دختر روستایی که به راحتی خودشو در اختیار میذاره پس به درد نمیخوره. غافل از این که من عاشق شده بودم نفهمیدم. غافل از این که اون زن عاشق من شده بود و باز من نفهمیدم. رفتم و با دختر خالم نامزد کردم. بعد پشیمون شدم. به خدا قسم سر 7 ماه پشیمون شدم. برگشتم اومدم به آدرسشون رو. تا خواستم نزدیکش بشم دیدم ازدواج کرده. همسایه‌ها میگن ازدواج کرده و بچه هم داره. دیگه برگشتم و رفتم. دیگه هیچ وقت سراغش نیومدم. اما خدا شاهده که همیشه یه گوشه از قلبم بود. اگه هم سراغش نیومدم چون میدونستم که منو دوست داره ممکنه که برگرده. نخواستم زندگیش به هم بخوره. اومدم و 1 عمر زندگی بدون عشق و تحمل کردم. زندگی بدون دوا. به امید ثمره ها. اما چی شد؟ دختر نازنینم پرپر شد. حالا فهمیدم یه دختر دیگه ای دارم که صبح به مرد دیگه ای بوس میفرسته و میره مدرسه. دستشو دور گردن مرد دیگه ای حلقه میکنه و میبوستش. و از طرفی دیگه پسرم که تا دیروز مدرسه تیزهوشان درس میخوند. حالا دیگه بعد از سوی خواهر و مادرش نه درس میخونه نه چیزی. فقط گریه میکنه و بیقراره. نمیفهمم به زندگی میتونه برگرده یا نه. من چرکیدم. دیگه هیچی از من نمونده. نه قدرتی، نه پولی، نه زندگی، نه امیدی، نه ثمره‌ای. اما همه اینا تقصیر خودمه. خودم کردم. فقط خواستم ببینمت بدی یه چیزی بگم من همیشه به عنوان یه پدر از روزی که فهمیدم تو دخترمی مورد حمایت منی. هر موقع که بخوای من هستم تا وقتی که زنده. خواستم اینو بهت بگم. تو یه کاری کردی خیلی پشیمونی. منم 20 سال پیش یه کاری کردم خیلی پشیمون بودم.
منو ببخش، ما الان هیچ فرقی با هم دیگه نداریم. منم سر نادونی و جوونی یه کاری کردم پشیمونم. تو هم کردی و پشیمونی. میبینی نباید آدم رو قضاوت کرد. ما هیچ کدوم فرقی با هم دیگه نداریم. اشکامو پاک کردم و گفتم مامان ماهرخم همیشه میگفت من شبیه تو هم. الان میفهمم که بیراه نمیگه. من خیلی شبیه تو هم. من اگه شبیه ماهرخ بودم هیچ وقت نمیومدم برای انتقام. تو رو توی گوشه از قلبم میذاشتم و به زندگی ادامه میدادم بعد از 20 سال. اون بعد از 20 سال تازه یه مدت کوتاهیه که میخنده و میخواد زندگی کنه. تو این 20 سال تنها ترین بوده و تو عشق تو میسوخته. اما حالا تصمیم گرفته به زندگی برگرده. اون بیگناه ترینه. اگه یه روزی خواستی تقاصی از کسی بگیری، تقاص دختر رفتتو بگیری، باید از من بگیری، نه اون. منم پشیمونم. نمیدونم تو چطور با اون پشیمونی زندگی کردی. اما من فقط به امید مادرم دارم زندگی میکنم. خدا شاهده که نمیخواستم اینجوری بشه. هیچ وقت نمیخواستم اینجوری بشه. بهش گفتم که زدم زیر گریه و از ته دل گریه کردم و با گریه نگاهش کردم. اونم گریه میکرد. گفتم که از خودم متنفرم. من باعثش شدم. انگار برای اولین بار بود که داشتم برون ریزی میکردم. از خودم متنفرم. همه اینا تقصیر منه. کاش هیچ وقت اون روز نمیومدم جلوی در خونتو. کاش خدا جور منو میگرفت و میداد به رها. چرا باید همچین اتفاقی میافتاد؟ اون بیگناه بود. اون اصلا خبر نداشت چقدر اتفاقی میخواد بیفته. همه‌اش تقصیر من بود. منو تو آغوشش کشید. دستی روی سرم کشید و گفت تقصیر تو نبود. سزای اعمال من بود. من میدونم و خدای خودم که چرا این اتفاق افتاد. مطمئنم که رها جاش بهشته. خوشحال میشم که بیای و محمد حسین رو ببینی. من و محمد حسین با هم زندگی میکنیم. بعد فوت رها مادرش جدا شده و رفته. دختر خیلی تیزی بودم. فهمیدم که رشید بیمیل نیست به این قضیه که بیاد دنبال من جذب اونا بشم. بعدم بره دنبال مامانم و برداره یه زندگی جدید واسه خودش بسازه. من در جایگاهی نبودم که تصمیم بگیرم برای رشید و ماهرو یا هر کس دیگه‌ای. اما اینو خوب میدونستم. از رشید واسه آدم شوهر در نمیاد. حتی همین حالا هم دخترش فوت شده بود. زنشو ول کرده بود. بچه‌رم برداشته بود و آورده بود. میگفت زن دیگه نمیخواد منو ببینه. خب چه بلایی سر اون زن آوردی که نمیخواد تو رو ببینه؟ از طرفی دیگه میفهمیدم که یعنی رک این حرفو بهم نزد، اما من فهمیدم که چه قصد و نیتی داره. اخم می‌کردم و گفتم هیچ میلی به دیدن محمد حسین ندارم. نمیخوام وابسته من بشه وقتی قرار نیست اتفاقی بیفته. حتی دوست ندارم شمارم ببینم. لطفاً دیگه هیچ وقت دنبال من نیاین. من زندگی خودمو دارم. بابت این قضیه خیلی متاسفم. تأکیدوار و با جدیت گفتم ماهرخم زندگی خودشو داره و توش بعد از مدت‌ها داره احساس خوشبختی میکنه. از ماشین پیاده شدم و خواستم برم. یهو صدام زد و گفت اگه اینو نمیگفتم رو دلم میموند. نمیخوام مثل من بشی. مامانت راست میگه، تو خیلی شبیه منی. گدی، لجبازی، تیزی و از همه مهمتر شجاعی. نمیخوام مثل من حیف بشی و یک عمر با پشیمونی زندگی کنی. اون روز رها اومد بیمارستان. شروع کرد به گریه کردن. حقیقت ماجرا رو بهم گفت که تو بردیش اونجا به عنوان آرایش کردن. اون نمیدونسته که چه قصد و نیتی اونجاست. منم واقعیت رو بهش گفتم که تو خواهرشی و من تازه از وجود تو مطلع شدم. و بعدم با هم دعوا کرد که چرا باید تو یه دختر دیگه داشته باشی. مامانم چی؟ طفلی مامانم راست میگه. به خاطر توئه که شکاک شده و به این روز افتاده و بیمار شده. تو هممون رو نابود کردی، هم من و هم مادرم و همون دختر و هم مادرشو. مطمئنم از حرص و عصبانیت میاد خونه منو بترسونه، اما واقعی این اتفاق میفته. تو به خودت نگیر. فکر نکن به خاطر توه. فکر نکن چون ترسیده من حرفشو باور نکنم این کارو کرده. هیچ عذاب وجدانی نداشته باشه و برگرد به زندگیت. دروغه اگه نگم اون روز اون حرف منو سبک کرد. اما اینو خوب میدونستم که اون یه پشیمونی به پشیمونیاش اضافه شده و رها داغ بدی رو دلش گذاشته. اومدم و دیگه مزاحمم نشد. گهگداری نزدیک سال نو یا یه مناسبتی چیزی میشد میومد به دیدنم و یه هدیه هم بهم میداد. بعد 3 ماه مادرم باردار شد. خونه میرزا این شکلی بود که یه حیاط خلوت بزرگ بود به همراه
حوض و تخت و اینجور چیزا. بعد یه خونه میشد که از راه پله میخورد میرفت بالا یه آشپزخونه نقلی و یه اتاق و حموم دستشویی و یه هال کوچیک بود. پایینم که یه خونه بزرگ بود با چند تا اتاق. بعدم میرفتی سمت بیرون. یه باغچه بود و رو به کوچه. این خونه از پدر میرزا بهش به ارث رسیده بود. مغازه هم ارثیه مادرش بود. خود میرزا هم که تو 15-16 سالگی میره جبهه و بعدم فکر کنم 20 سالگی میاد. مامانم خیلی خوشحال بود وقتی که باردار بود. میرزا هم همچنین. بعد از به دنیا آمدن بچه میرزا کلی تلاش کرده بود. کلی با مردای همسایه تلاش کرده بود و ماشین روندن رو یاد گرفته بود. نه اینکه بلد نباشه، چون یکم مشکل دار بود، سختش بود. با این حال با کلی تلاش تونست یه ماشین بگیره. اونم نه ماشین معلولی، یه ماشین عادی. اوایل میترسیدیم، ما سوار ماشینش نمیشدیم. میخندید و هیچی بهمون نمیگفت. اما بعد کم کم که دیدیم خودش همه جا میره و سالم برمیگرده، ما هم دیگه سوار ماشینش میشدیم. یه شب تابستونی مامانم کلی تدارکات دیده بود و جمع کرده بود تو زنبیل. برادر من بغل من بود. باش بازی میکردم و بالا پایین مینداختمش. کلاً شده بود اسباب بازی من. خیلی دوستش داشتم. اونم منو خیلی دوست داشت. فکر میکنم 6-7 ماهه بود. وسایل رو جمع کردیم و به کمک میرزا جمع کردیم تو ماشین و بعدم سوار ماشین شدیم و رفتیم پارک. محمد همش تو بغل من گریه میکرد. بردمش سمت چراغ و نورهای شهر بازی تا اونا رو ببینه و آروم باشه. ماهرخ و میرزا هم رو فرشی که پهن کرده بودن نشسته بودن و تخمه میخوردن. از دور خیره ماهرخ شدم که زد به بازوی میرزا و بعدم میخندید. بعدم میرزا رو دیدم که با انگشتش میزد تو پهلوش و با شوخی میکرد. در حالی که از شوخیاشون لبخند کمرنگی رو لبم اومده بود، یهو متوجه چیزی شدم. کمی دورتر از اونها تو تاریکی بین درختا رشید وایساده بود و خیره خیره ماهرخ رو نگاه میکرد. ای بابا، عجب دنیاییه. تا دیروز که تو حسرتش بود اصلا اون ماهرخ رو یادش نمیومد. بعد که ماهرخ رفته بود پی زندگیش و تمام انرژی و توجهش رو از اون برداشته بود، حالا اون دنبالش افتاده بود. این چه قانونی آخه؟ بعد 2-3 سال شنیدم که رشید رفته و زنشم آورده، به زندگیش داره ادامه میده. هیچ وقت مامانم و میرزا نفهمیدن که من با رشید و زندگیش چی کار کردم. هیچ وقت نگفتم. درسته که رشید چند بار بهم توضیح داد که من هیچ تقصیری نداشتم، دعوای اونا خانوادگی بود. اما باز با این حال من همیشه ته دلم عذاب وجدانشو داشتم. یه روز هوشنگینا اومدن خونمون. هوشنگ همون قنادی که 40% از درآمدشو میداد به میرزا. اومدن خونمون و هوشنگ گفت، پسرم گفت که زن میخواد. منم با خودم فکر کردم بهترین دختر دنیا کی میتونه باشه؟ بعد گفتم دختری که زیر دست میرزا بزرگ شده باشه. دختری که پدرش میرزا باشه. با اجازتون اومدیم خواستگاری. با پسر هوشنگ ماهان ازدواج کردم. خوشگل بود، خوشتیپ بود، پولدار بود، دستش به دهنش میرسید. منم که کنکور قبول نشده بودم، 2 سالم بود تو خونه بودم. خواستگار برام می اومد اما رو هر کدوم یه عیبی میذاشتم. اما تو پسر هوشنگ نتونستم هیچ عیبی بذارم. همه چی تموم بود. حالا بماند که بعدا رفتم دیدم چه مادر افریطی داره دمار از روزگارم در آورد. اما خودش خیلی خوب بود. باهاش ازدواج کردم و به محض ازدواج بچه دار شدم. جوری که تفاوت سنی خاصی پسرم و برادرم محمد ندارن. خلاصه که اینجوری دیگه. هنوز میرزا و مادرم زنده. هنوز تو همون خونه زندگی میکنن. برادرم محمد زن گرفته. اما پسرم اهل زن و اینجور چیزا نیست. بیشتر اهل خوشگذرونی و چرخیدن و ایناست. اما محمد خب پسر میرزاست دیگه. منم شکر خدا تو زندگیم خوشبختم. دورا دور از پدرم هم خبر دارم. گهگداری توی یه کافه جایی زنگ میزنه، همدیگه رو میبینیم. اما روزایی که من میبینم خیلی دلم میگیره. اغلبم 1-2 روز مونده به عید این کارو میکنه. یه هدیه خوب بهم میده و میره. بدم میاد از این کارش، دوست ندارم ببینمش. اما طی این سالها رفتم و دیدمش. جدیدنم شنیدم مریض شده. نمیتونم برم ببینمش. نه به خاطر اونا، فقط به خاطر اون خاطرات بدی که دارم، فقط به خاطر اون حس پشیمونی که دارم، فقط به خاطر اون از هم پاشیدنی که فکر کنم تقصیر من بود. همسرش فوت شده، پسرش هم رفته، یعنی برادرم هم رفته آمریکا. اون تنهاست.
چند باری ماهان گفته شام صداش کن رفت آمد کنیم، اما گفتم نمیشه، خوشم نمیاد بیاد. مخصوصا این که من هنوزه میفهمم بعد گذشت این همه سال ماهرخ باز به اون حس داره. باورم نمیشه یه زن انقدر سمج باشه. سر همین ترجیح میدم رفت آمد نکنم. خلاصه که اینجوری دیگه داستانتون رو با ماهان میشنویم. شوهرم تنها کسیه که از همه رازای من خبر داره. حالا هم به شما گفتم امیدوارم کسی داستانم رو گوش نده از آشنا که گوش بده میفهمه که این داستان زندگی منه. با ترس و لرز واسه‌تون نوشتم. خب دوستای قشنگم، اینم از داستان امروز. فقط این که خیلی کم لطفی میکنید، لطفاً لایک کنید، کامنت بذارین. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.